جان پوشیده از گل کرده است، آلایشی خط برای بلبل کرده است. ای جان افتاده پلوی چشم سارش نخجیر، در گردن خودم میلی سنبول کرده. موزه باد با واخان بیروم، با دیدن جمله دوست و یاران بیروم. ای جان آنجا بیروم دیدنی دوستان کنم، یه سرشار و خوشحال مست و غزل خوان بیروم. بینندگان عزیز سلام. نخست همه شما را با نوروز بزرگ تبریک میکنیم و آرزو میکنیم که جشن امساله آغاز تمام آغازهای نیک در زندگی من بعده شما باشد. نوارها و عکسایی که اکنون شما خواهید دید در چهارچوب یک برنامه پژوهشی انستیتوت علم‌های گومانیتاری اکادمی علم‌های تاجیکستان 3 سال پیش در کشور همسایه و همفرنگ ما افغانستان و مشخصاً در دهه خندود یعنی مرکز ولسوالی وخان انجام شده بود گرفته شده‌اند. همین طور تا یک چند روز به ما میسر شد با آدمان زیادی واخورده درباره نحوه‌های استقبال این جشن کهن در وخان معلومات کافی جمع آوریم. طور معلوم است وخی‌ها از کهن‌ترین ساکنان سلسله کوه‌های پامیر و هندوکش و قراقرم بوده امروز نه تنها در ناحیه اشکاشم تاجیکستان بلکه در افغانستان، پاکستان و چین نیز به سر میبرند. موافق معلومات کتاب‌ها و قاموسنامه‌ها ولسوالی وخان شرق‌ترین ناحیه افغانستان بوده از طرف شمال آن با ناحیه‌های اشکاشم و مرغاب تاجیکستان، از جنوب با مضافات خیبر پختونخوا و گلگیت بلتستان جمهوری اسلامی پاکستان، از جانب غرب با ولسوالی‌های زیباک و اشکاشم و از شرق با ناحیه مأموری تاشقرغان جمهوری خلقی چین هم مرز است. وخان منطقه بلندکوهی است که کوه‌های پامیر، هندوکش و قراقرم را به هم می‌پیوندد. آن حدود 11,000 کیلومتر مربع را در بر گرفته یکی از کلانترین ولسوالی ولایت بدخشان محسوب می شود. تعداد اهالی وخان افغانستان حدود 13,000 نفر را تشکیل می دهد. وخان افغانستان از جمله منطقه‌های کمشمار ایمن مانده از جنگ بسیار ساله در داخل این کشور است. اهالی وخان اساساً به چارواداری و زراعتکاری مشغول است. در وخان قلعه‌ها، مزارها و دیگر یادگاری‌های تاریخی، فرهنگی، زرتشتی، اسلامی، بودایی باقی مانده‌اند. از قلمرو آن راه‌های کهن ابریشم می‌گذشتند. وخی‌های افغانستان خود را تاجیک حساب می‌کنند و مکتب و ادبیات آنها به زبان تاجیکی دری است. در داخل وخان خود را خیک و زبان خیش را خیکوار می‌نامند. خندود مرکز مأموری ولسوالی وخان بوده در ساحل چپ دریای پنج بین دهه‌های یوزک و یمیت واقع است. دهه در دو ساحل دریای خندود جای گرفته است. اهالی خندود تخمیناً 1500 نفر را تشکیل داده، اکثریت آنها وخی‌ها می باشند. قدامت نوروز بسا کهن و فراتر از مردشناسی کنونی 30,000 سال پیش از مسیح بوده است. نوروز هنگامی است که روزگار کهن زندگی را از سر می‌گیرد و زمان آنچه در روز نو می‌شود و تمام موجودات دنیا حیات جدیدی را می‌یابند و مرحله به مرحله تازه می‌شوند. نوروز را وخی‌ها بزرگترین جشن مردمی می‌دانند. در بین خلق آن با عنوان‌های نوروز، نوروز بزرگ، شاگون، جشن بزرگ، جشن بهار، جشن دیقان، عید سر سال و یا سال نو یاد می شود.
یک روز قبل از نوروز در دیها با اشتراک نمایندگان حکومت، نیروهای قدرتی و مرزبانی، سازمانهای امدادی، سازمانهای جمعیتی ولسوالی نمایش تنتنوی برگزار می گردد که در آن مردم درباره نوروز عالم افروز، فرهنگ و ادبیات سخن می کنند. در این تنتنه زن و مرد برابر شرکت می کند. اما که اسم شریف شما؟ ایدر بیگ ولد نداخان. چند ساله هستید؟ اگان 60-65 هستی. از کدام دیه هستید؟ از دیشمر. اینه امروز از ما با خیرش به همری خدای پاک اینه شاگن می شود، دوده می زنیم، اینه سمنک پخته می کنیم، اینه رسم رواج وطنی کلچه پخته می کنیم و صبحش دوده را که زدیم، پس از دوده اینه باز یک نان میندازیم، باز قوما جمع میشن، خانه به خانه میگردن، اینه شاگن مبارکی میکنن. بعد از امو که ختم شد 4 بجه شد، باز گاوا را میارن در زمین، باز او را اینه نقشه میزنن، تخم بدر میکنن. بعد از امو صبح شد، هر کسی که مثال یک خره میارن میدرایم، میگن تخت آوردیم، بخت آوردیم، دولتی غاران آوردیم، دولتش کاشم آوردیم، پر باقلا، پر گندم به فلانی زن آوردیم، شاگن بار مبارک باشد. همه قدر با کی زن آوردیم؟ خب هر کسی که بیداق بیزن بود به مورا نامشه. هر کسی که بیزن است هر کسی که آرزو بیزن میکنه که در همین سال زن بگیره. به همین سال زن بگیره. نوروز در وخان در ماه اول بهار، زمانی که آفتاب به حمل می آید برگزار می شود. در این دیه ها برای انیق دانستن فرارسی نوروز در کوه و پشته ها از قدیم الایام نشانه های طبیعی وجود دارند که آنها را عملگاه هم می گویند. برای عملگاه اساساً جایی را انتخاب می کنند که در آنجا مادرق یا خود اماجک زیاد است. معلوم است که اماجک همیشه سبز بوده، از رستنی های ارچمانند است که در فرهنگ بسیار مردمان عالم رمز سال نو می باشد. و باور مردم وقتی که بیگاه شعاع آفتاب به این مادرق ها یعنی به نشان خود می رسد، ماه حمل می درآید. یکی از جزئیات اصلی نوروز آماده کردن سمنک و نان سمنکی می باشد. آماده کردن سمنک 2 یا 3 هفته قبل از جشن آغاز می شود. پختن سمنک در روز نوروز خیلی بر وقت ساعتهای 4 یا 5 سحر آغاز می شود. از آرد سمنک در نوروز کلچه سمنک تیار می کنند که آن را در ایام جشن به کودکان تقسیم می کنند. ما فعلا در دیه خندود در خانه مرزا سعید قرار داریم. در این خانه امروز یک رسم نوروزی اینا این است که باید سمنک تیار کنند و آماده کردن سمنک این نحوه ها و راه های خودش دارد. امروز در اینجا همراه ما یکی از فرهنگیان دیه، استاد معلم عزیز این دیه، استاد جمعخان آمو قرار دارند که فعلا شما میتونید نقل او را گوش کنید و ما از طریق کامera طرزای آماده کردن سمنک را به شما نشان میدیم. چطور آماده میشد سمنک؟ لطفاً بگویید. سمنک تقریبا یک 15 روز پیشتر ما همی گندم میگیریم، جوشش میتیم، بعد از اینکه جوش دادیم 3-4 روز دیگه تو گرم بالاخره در آفتاب نگاهش میکنیم، گندم سبز میشد. بعد از اینکه سبز خشکش میکنیم، آرد بسیار نرم داسیاب جور میکنیم میره. بعد از اون که امروز میرسه روز سمنک پخته کردن، آردی از اون تیار شده است و بالاخره ما ساعت میبینیم، کتاب هم میبینیم، ساعت هم میبینیم، ستاره هم میبینیم. بالاخره وقت ساعت ستاره رو دیدیم، بعد همی ستاره زنا باز چی میکنن، باز میرن از دره آب چشمه پاک و یخ از دره میارن و باز در اینجا که آمدن اول ما اینی خونه ما اینا دم دیگدان پولکی میگن اینجا آرد میزنن به حساب شاگون و مبارکی آرد یک چیز سفید است. بعد از اون ببینی که سیاسرهای مستر دیگ میشنن
و او آرد باز میرن همراه غلبیل. اول همو آرد یک سر دو سر آرد تقریبا 10 کیلو آرد 10 کیلو آرد چی میکنن غلبال میدن در داخل دیگ و در این زمان امی زردالو دانه زردالو که تلخش باشه شیرینش نه او را تقریبا بسیار زیاد دانه زردالو را روغن از اونم میکشن و او روغن از اونم قطعی از میاندازن و بعد امی آرد همراه سمنک آرد سمنک گپ میکنن و در یخ میبینی یخ که آوردن یخ در داخل از میاندازن و در زیر از این لر یا پارو به گسفند آتش میکنن که آتش از بسیار زیاد نباشد یعنی کم کم بسوزد و یخ آب شده برد و این سمنک کنه سیاستر همون به اصطلاح کفگیر یا برچه از سر از چیز میکند برچه میزند به خاطر که همه چون شیرین است آرد سمنک در دیگ نچسبد و خراب نشد و آتشی نشد و دود نزند به او خاطر هر لحظه این از یخی پاکیزه را از تره آوردن و یخ در داخل دیگ میاندازن و بالاخره تا که یخ خام میشد و به می رقمی تا باخر پخته میشد و این سمنک تقریبا ما 5-10 روز در خانه نگاه میکنیم یک کاسه را به نام دیقان میکنیم یک کاسه را به نام از اینکه قلبه تخم نو میکشیم و دیگر کس که از دوستان آمد اونمو سمنک در کاسه کردن میاریم این را ما شاش میگیم مل به حساب لوزی واخانی مل میگنش به حساب فارسی شاش میگنش و در حقیقت چیزی ادبیش سمنک است. استاد برای چی یخ استفاده میکنن آب رو نه یخ رو این یخ به خاطر از این میکنیم که ایرش سابقای رقم رواج بود در وطن ما که ارزن هم میپاشیدن و زمانی که ارزن قطع آب گرم پخته میکنن آرد ارزن اون نان شیرین نمیآید ولی زمانی که آرد ارزن قطع آب یخ خمیر میکردن او بسیار شیرین و خوبش میامد با اون لیاز یخی را شیرین میکند بسیار شیرین ترش میکند شیرین زردم تیز خنیگ تیز همونه به خاطر از اینکه اگر دیر از این تصادفاً همی آتش از این به اصطلاح شله آتش زیاد شد او میسوزد نه او یخ نمیموندش که بسوزد داره یخ به او خاطر است دیلت داره. استاد سمنک تمام خانواده برای خودشان آماده میکنن بسته در همی ولسوالی واخان که تقریبا 480 کیلومتر است نمی سمنک همراه یخ پخته میکنن به خودشان آماده میکنن. همون خانواده فقط برای خودش یا که برای مهمانا هم هدیه میکنه کسی که در طول 10 روز در این خانه بعد نوروز 10 روز بعد در این خانه میاد از همین سمنک میارن در کاسه پیشش و یک چمچه دو چمچه از میخوره گاهی امروز بالای سمنک بعضی خانه ها شیر هم میاندازن در وقتی خوردنش و بعضی روغن زرد اگر باشد داغ میکنن سر سمنک میاندازن و این سمنک تو چیز خوردن نمیشه این سمنک گرم خوردن نمیشه تا یخ نشد خوردن نمیشه یخ کشد با شیرینیش هم دم یخی را میکنن. در زیباک از سمنک کلچه هم میپزن در اینجا اونطور است؟ در اینجا ما میکنیم از حال فردا که ما نوروز داریم باز کلچه را میکنیم قانون کلچه پختن ما است که زمانی که دوده خانه را پاک میکنیم آتش ایجا میکشیم و قماش یا کلچه را زیر آتش میزنیم در قماشدانی میزنیم و بعد از اون دوده میزنیم کورا کلچه های دوده میگنش کلچه های دوده میگن بعد از سمنک به اصطلاح ما وشکک میگیم گاوک جور میکنن با قسم سفار جور میکنن اما تو کلچه را همون رقم جور میکنن نخچیرک هم جور میکنن نخشیرک هم جور میکنن برای نقش از همون خمیر سمنک که گویا کلچه میکنن از همون نخشیرک که چیزا جور میکنن زیر آتش را پخته میکنن همه کار کی میشود؟ فردا. استاد برای چی در نوروز سمنک میپزنن چه نتیجه داره؟ چه خاصیت داره؟ خب سمنک اصلا سابقا که بود همین مسئله چاکلیت و چاکلیت جور کردن و شیرینی و چیزا نبوده بعد همین گندم که از حرکت خودشی چیش شیرینی دارد بعد به او خاطر که چون سال نو دن ما بس شیرینی باشد و بعد به او خاطر سمنک پخته میکنن سمنک شیرین از یکی گپ دیگری که محصول دست اینمی دهقان است چون دهقان محصول دست دهقان استفاده از اون میکردن. ایرا برای چند روز میخورند؟ ایرا در بعضی خانه ایلا 15 روز اینمی امروز پخته میکنن ایلا 15 روز ایرا خوشرو محافظت میکنن هر کس که میگه بعضی خانه 10 روز بعضی خانه یک هفته. پختنش چند ساعت ادامه پیدا میکنن؟ پختنش تقریبا 4 ساعت 5 ساعت ادامه پیدا میکنن. در 5 ساعت آماده میشه در 5 کلا. ساعت آماده میشه. آل خوردم میبینی بسیار سفید است ولی زمانی که پخته کرد رنگ از این سرخ میگرده تیره تر میشه بعد میشه. خنک کرده میخورن بعد از اون خنک کرده را میخورن برای همون سبزه های چی را سمنک در آسیاب نه؟ در آسیاب ارد میکنن؟ بله در آسیاب. دو رقم سمنک پخته میکنن یکی همون سمنکی که بسته همون دانه و طرف شد و سبزایش باشد او را کف میزنن چون او بسیار یک چیز نازک است و بعضی در جای ما او رقم کم میشد زیادتر قطعی همون خودی همون دانه که حالتش تغییر میده قطعی همون آسیابش میکنن. باز پشت سری که این آسیاب میکنن یک اندازه غله دیگر را میندازن که یعنی گویا همون دانه و آرد سمنک زیر آسیاب نباشه. اگر زیر آسیاب بود
بعد از او هر قدر که غلب چکن را شیرین میکنه به او خاطر را باز پاک میکنن صاف. دیروز که دیدم پختن در دیگی چیز با یخ همون است شش پس دیو که شش پس این چی فرق داره ایرا نون قدیق مشتونی میندازن میدان میکنن سمنکا آی با نون امرو شده ای با نون شده او قدی آر شده قدی یخ رسم دیگر این کموچ انداختن در تنور است او را پرتاب میکنن بعد از اون با خاکستر گرم با اخگر اون رو میپوشونن این کار رو مرد میکند یا زن؟ ایرا مرد میکنه. ایرا موچه مرد میندازن پورا اون رو درون اخگر با قبل گور میکنن خیلی از بالا شالی نمیپرد میپردن این کموچ نوروزی است درون ارد بغیر از ارد عادی باز چی است؟ باز چی علاوه میکنی؟ هیچی نیست خالی آردی فقط ارد عادی ارد سمنک در اینجا امرو نمیشوه قدی از این نمیشه نه، سمنک در اونجا سمنک وجود قدی کرده. اتولا میکنیم قطعی اطوله میکنی نه؟ سمنک اون نیست. این که آموده میشه دکنون؟ همین کموچ که آموده میشه؟ اون با 12 بجه که از پیگاه اومدیم بعد ایرا میگیریم میداش میکنیم بعد خونه ایرا رویی میکنیم تقسیمش میکنیم به هر خانه به همسایه ها همسایه ها با خش تبارم خیش تبار کلش شاگون کموچ نام داره مبارک. خدا مبارک خاطرك بهاي بنودش اللي بنبحر خلاص ايه مسكتي تاكم بينودش يا شاگونی بهار مبارک. خدا مبارك بروش ما مبارك بن مبارك شاگون بار 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 بعد انجام دوده‌زنی نوبت آردزنی دیوار خانه می رسد این عملیات را شاگون کنی می نامند آرد رمز راه سفید زندگی در سال نو بوده آن را هر عید نوروز استفاده می برند برای سفید کردن خانه که از دود سیاه گشته است عمدتاً آرد باقلا را مورد استفاده قرار می دهند آردزنی یا که شاگون کنی را عادتاً زنان انجام می دهند زن با چوبک مخصوص که در آن شکل گلهای گوناگون نصب شده است شفت و دیوار خانه را گلکاری می کند این آرد را آرد شاگونی و گلهای آردی را گلهای شاگونی یا پتوک می نامند با آرد نوروزی در هر 5 ستون خانه عرفی 5 تایی خال می گذارند در دیوارها عکس آفتاب مهتاب ستاره ها صلیب چلیپا درخت ارچه گلها کفتر و نخچیر را که رمز خیر و برکتند می کشند بعد پاککاری برای بار اول به خانه خر یا قطاس را که در پشتش پلاس پرتافته شده است وارد می کنند زیرا به باور مردم خر حیوانی است از همه با برکت بسیار خدمتگار بارکش زحمتکش موته مرد با خر وارد خانه شده می گوید لاس لاس شاگون بهار مبارک در جواب خانم بزرگ خانه با کتف راست وی آرد پرتافته می گوید برای شما مبارک آن اینا را چوبای نوروزی میگن که با اینا آل خانواده میدارند و یک تبریک میگن و در کتف راستشان آرد میزنند و نشان خوشی و خوشبختی و این چوبا تا چقدر باقی میمانند در اینجا؟ تو با سال آینده من اینجا برای چه پوست کندن اینا را؟ به خاطر زیبایی گل این هم میمانند دیگر تا سال آینده سال آینده باز میسوزانه اینا باز میسوزانه نه باز دیگه چقدر گل میزنن اینجا؟ اینا میزنن 3 جا 5 جا میزنن 5 جا
من این گلای نوروزی ها چی نام دارن بابخی؟ تک شونگ پتوکشونگ شونگ یعنی چی؟ همین چوب من این خورا کی زدید اینجا؟ همین گل خارس نیست گلخورا امروز زدید برای چی؟ برای سال نو است نو گلخورا میزنن اینا رو میزنن خورا میزنن چوب های گلکاری شده که باهانها در نوروز همدیگر را تبریک می کنند شاگونبند نام دارند. آنها را از درخت سبز گرفته پوستشان را در شکل گل در دستشان از هم جدا می کنند و این چوب ها طبق باور مردم دست رساندن ممکن نیست. استفاده آنها زمان ممکن است که اولین طول را از خانه می برارند. یک رسم بسیار جدی در جشن نوروز قلبه براران است. آن قاعده های زیاد خود را دارد. بعد خانه تکانی هر یک خانواده جفت گاو یا یک تاق را به خانه می درارند. باز رند شایون وان با ما این گاو هستید امروز نوروزی است به خاطر که تخمه میکشیم با یک بیاز آوردیم با این گاو یک ذره گردان کردیم گردان و بر یزید داد میالی بخیر میریم در زمین باز سمنک هم میارم باز دوج هم کمی سیاست هم میارم سمنک هم کردم دیگه باز تخمه باز میارن در خانه میکنم در پیشانی گاو چی است سفیدی؟ اون سفیدی که هست این چیز در گاه بود ولی کمی ها سرش زدیم به خاطر که چیز سفیدی میکنم معناش چی است؟ معنای تک نیف به خاطر چی میزنن پتوک؟ با چی خاطر میزنن؟ به خاطر سیری، پوری، آسایشتگی، سفیدی تخمه چی کنیم میاریم تخمه پاییجا میپردیم این زن ما سیم میزده اونا رو شکنه کن این اسکنه گیلون مبارک کنو خان بگوز رفوچ مای میدرس هذا گاف کن بعد از اون ما اینجا 4 خانه است مال تخم میکشیم امروز آخر شاگونمون است ساعت دیدیم مال ساعت هم تخم میکشیم ما اول گل قلبه را میبریم در خانه داخل خانه که داخل شدیم با او هم آرد قطعه میدیم گرداوش میدیم بعد از اون در پیشونیش آرد میزنیم بعد از اون میاریم در اینجا قطعه گاو قلبه را میاریم گاو قلبه را که آوردیم باز هم تخم دزده که ما میگیم باز هم تو راغ گرد هم میکشیم که نالی هر خانه یک راغ کشیدیم بعد این تخم میزنیم زمانی که تخم زدیم باز تخم در یک خلیطه کلا میبریم از روزن خانه در خانه میپرتویم باز از طرف خانه باز سیاسترها یک کپچ و یک همو آش که میکنن ما مردم را غلطک میگیم برای آش کردن اینا را بسته کرده بالای روزن میپرتو از بالای مرد تخم میپرتود باز همو چمچه اگر در بالا با پشت افتید همو سال سیریست اگر به اصلا گرسنگیست اگر برو افتید سال سیریست در جیرانی که ما تخم میکشیم چند دقیقه بعد سیاسترها همو چیزا سمنک که پخته کردن شاش میگن یا مل به حساب وخیوار میگن موردم کاسه کردن میارن اینجا روغن سرش یاش میباشه باز از این همه کسایی که دهقان هستن یک چمچه میگیرن یک اندازه دزن گاو میزنن و در جیران هم خردن هم سمنک ما این سیاسترها اون یگان پوستین چپ پوشیدن یا کتی کلان چپ برای چی چپ میپوشن؟ چپ میپوشن به خاطر که در کلاشون خاک گرد نشد در همین کردی که ما کشیدیم در این غلط میزنن و دلیل غلط زدن ما است که در فصل بار همین گندم چپ راست بغلطد چه بدره هر کوی هر جایی آیستک چی برو چه اون نداره چه بدره زای بود زای بود این فرقی خلاص تو روش تنک کلانور داره هر کس گونه فتی خلاص روش روچ
امی چه معنا داره که جمع خون؟ امی غلیدن چه معنا داره؟ غلیدن معنایش هم است که یعنی گویا در فصل تیرما در فصل گندم سبز میشد، مثل که امینا خود لول میتونه چپ و راست روم گندم هم باید چپ و راست بغلطد از زمین که یعنی حاصلش زیاد شد. بعد که رخها کشیده شدن، دهقان دانی را که به اصطلاح از تخمی دزدکی گرفته شده است می پوشد و این دعا را می خواند: فتح کار، فتوح کار، مبارکتی شاگون بهار، یک دانه هزار دانه بیشمار، به حق خواجه عبدالله انصار. سپس یک کفی دام پاشیده به نام خدا، به نام خانواده فلانی با بچه‌اش، به نام خانواده بسمدانی با فرزنداش و همین طور به نام چند خانواده‌ای که در آن سلسله است یک کفی دام می پوشد. سپس به نام حیوانات گاو، خر، بز، گوسپند، به نام پرندگان، گنجشکان، کبوتران، ملخ‌ها، خزنده و هاکذا، خلاص به نام همه چیز که دانه‌خوار و سبزخوار است یک کفی دام می پوشد و به خدا تضرع می کند که دانهای پاشخورده حاصل زیاد دهند تا نه تنها جنس آدمی بلکه حیوانات و حشرات هم از آن صید شوند. پاسو و درگدیمه یه جانیم قولی قدیمه دانتون پاسو و درگدیمه یه جانیم قولی قدیمه افسوسیم جودیار رزقی ارزان درمه وات خویمه افسوسیم جودیار ویتگینیمه رزقی ارزان درمه وات خویمه سلام جگلانان و سلام یاوه نیشان. یک عادت دیگر وقیها این است که زن و مرد خرد و کلان در روز جشن دست و پنجه هایشان را هینابندی می کنند. ورچم بیمار درد درمانی جونن زنبت کب ورچم بیمار درد درمانی جونن. یکی از سیرتماشاترین محفل‌های نوروزی در وخان اسب دوانی است. پایگاه اسبان هر سال در بسیاری از دهه‌ها صورت می‌گیرد، ولی کلانترین آن در دهه خندود مرکز وخان انجام می‌شود. با این پایگاه اسب سواران زیادی از گوشه و کنار وخان میآیند و ازدحام زیادی جمع می شود. آدینابه کی کجا؟ بگیشو. نه کیت کود نوشته. بگیشو. خلیفه غلام علی نام دارم و خلیفه سنتی همین مردم هستم. امی واخان به خودت نیک معلوم است که این دمی جاده ابریشم از دیر زمانی مردم با اسب سر کار داشتند، از دیر زمانی با اسب سر کار داشتند. اما بعدن که ناصر خسرو بلخی به این در راه آمد در یکی از دههای بسیار کوچک به نام قیره یمید، ناصر خسرو که در اینجا آمد که مردم اسب دوانی دارن، بعد گفت که اسب دوانی شما را پسندیدم، این به هیچ یکی از ادیانا ضرر نمیرساند، وقتی ضرر نمیرساند شما ای را ادامه دید. حالی همین مردم همین علم همین اسب دوانی را سینه به سینه تا به میجا آورد. این ما مردم همین پیگه دوانی را داریم، این تاریخ زیادی دارد، اما از آمدن ناصر خسرو 933 سال میشه که این پیگه به ما یک کمکی سنتی شده. 933 سال سنتی شده. پیش از او هم این مردم با اسب سر کار داشتن. این حال ما مردم واخان همه ساله
رقم شرایطی که باشه امو سنتی که با ما به میراث مانده او را یک دفعه اجرا قرار میتیم. معمولا در یگان خانه که او خانه همیشه پاک باشد یک قرآن خود بالای امو ما بزکش میگیم همیشه ماندگی هست. اما یگان خانه است که امو قرآن نیست، به خاطر اسباب و قرآن میمانند. قرآن به خاطر این مانده شده که یعنی ما دامیش نوروزی خودمان تخطی نمی کنیم، اسب کسی را صدمه نمی رسانیم، در راه جنگ نمی کنیم. برادرانه اینمی قرآن حاضر است که برادرانه ما همی سنت خود تطبیق میکنیم. خیلی خانه از بابا کلان من دیگه چی من نگیست دیگه پدر دیگه پدر من دیگه زندگی کردم ما کردم، یعنی رقم نسل به نسل دیگه چی هست دیگه. چند سال داشته باشه این خانه؟ در حدود 150 سال همین قدر شاید باشه اضافه. ما فعلا در خانه کمیسار جمعخان قرار داریم. رسم واخانه‌های کهن یکی همی است که در وقت نوروز اینجا حتما در دهه خندود یک پایگاه خیلی بزرگ دایر میگردد و در این پایگاه تقریبا همه خانواده شرکت میکنند و طبق عادات اینجا اسب رو قبل از دویدن میارن از زیر قرهان که اون در بورای منو میبینید در بورای بزکشکنه بزکش استاد است. از اونجا میگرد تا اینکه این اسب صاحب مقام اول شد. اکثر شمین است. یکی از کلانهای اولاد با ارد یعنی پتک میگن مردم بخون در پیشانی اسب ارد میزند و بعد از این آدمی که با این اسب با پایگاه میبرد اون اسب میبرد. اکنون از جانب یکی از صاحبان خانه دعای سفر اسب با پایگاه خوانده می شود. همه دست به دعا میگیرند. اهل خانواده همه دست به دعا میگیرند. در این خانواده تقریبا چند نفر زندگی میکنند؟ 27 نفر. یعنی از یک پدر مادر چند پسر هستند؟ 4 تا 3 تا با اولادای خودشون در یک خانه زندگی میکنند. بفرمایید. فتای کار مبارکتی شاگون بهار یک نامه تو هزار تو بیشمار به حق خواجه عبدالله دیخان پیر انصار و سفر افترت مبارک باشد. به سلامت روی و بازای لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. هر بلا و هر قضا و هر جفا از پیش آید دفعتون پروردگار. آمین یا رب العالمین. بعد از آن بعد که دعا خوانده شد خانم بزرگ خانه در کتف راست هر یکی از آدم‌ها ارد میپرتاید با امید خوشی، با امید سیره و پوری، با امید سفیده زندگی و همه در تنور دریاب میکنند و همه همدیگر را تبریک میگویند. تو لطفاً بگو که در این پایگاه فقط خندود شرکت میکنه؟ نه این خندود مرکز ماست. این خندود مرکزی همی واخان است. وقتی که مرکزی همی واخان است اما شرکت اسب دارایی که از پایین و بالا هر کس که اسب داشته باشد در قیره خندود میاید اسب خود همراه قوما میدوانه. اما بزرگترین مسئولیت و خوبترین خدمت همه قیره مرکزی ما میکنه که اینا همه سال میزبان هستن و ما میمانی ازی هستیم. این چه تفاوت دارد همین پایگاه از پایگاه معمولی؟ من دیدم که زین ندارن و پوشون چی ندارن اسب دوانو
به خاطر از اینکه بعضی پیگاه ها هست که از راه بسیار کوتاه 1 کیلومتری اگر امرای جل یا زین او را بدوانیم یه امکان داره. اما ما این اسب دایی سنتی در 10 کیلومتر میدوانیم. در 10 کیلومتر میشه که تنگ زین کنده شود یا زین چپه شود، این به سوار و بری اسب ضرر میرساند. به این خاطر ما همی اسب لچ میدوانیم که هیچ مشکلی دیگه در جریان دویدن خلق نمیکنه. زین که است در راه دراز 10 کیلومتر به این فرهنگ ما زین نقص دارد. برای چه پاپوش ندارند اسب دوانو؟ اسب دوانا همی پاپوش وقتی که سخت باشد به خاطر اینا، به خاطری که نغلطیده باشن همی پای خود در کمری اسب بسیار میجقن، ولی همی اسب که میدود باید پای همی دست اسب به یگان سختی کری بوتی همی چیزا نخورد. اگر خورد باز وقت به اسب نقص میکند. باید همی کسایی که از سوار باشن معمولا یک جراب داشته باشه که به اسب صدمه نرساند، چون اسب لچ است. مسافه دویش قدر است؟ 10 کیلومتر. به اسبای کلان 10 کیلومتر، به اسبای ایره ما همی چیز گفتیم تا میشه یگان سال تفاوتا وجود داره. خب یگان سال تفاوتا وجود داره، از 5 کیلومتری هم میشه، از 7 کیلومتری هم میشه، تعلق به تعداد اسبمان. در اینجا اسبا من دیدم اسبای کوچک خرد شرکت میکنن. خود چند ساله ممکن است؟ ممکنی یک قانونمندی در جای قومای واخان ما دارن که ما یک داگوی از این هستیم که در میقاتی از اینا شرکت میکنیم. قومای ما یک قاعده دارن که اسبی که از 3 سال تا 5 سال، این 5 ساله است و یکی میدوانن، از 5 به بالا تا هر قدری که توان داشت او را یکی میبرن. پس به این خاطر تو که همی اسبای خرده دیدی اینا سالشان هم خرد است. چه جایزه میگیرم اون کسی که یکم مقام اول میگیره؟ ما بعد اینجا دمی شوراهای قیرمان و قیردارا و کلانترای ما یک انداز پیسه از کل قیرجاتا کم کمی انداز میکنیم و کمک میکنیم به خاطر رونق دادن همی پیگمان. باز مطابق همو بنیه مالی من که این سال ما چقدر پیسه داریم به ما انداز بر یگان از 5000 میشه، یگان سال 10,000 میتیم میشه، یگان سال 20,000 میتیم. این همیواری تفاوت وجود داره. این پایگاه چند روز ادامه پیدا میکنه؟ این پایگاه معمولا قانونش که در مردم سنت شده برای 2 روز است. اگر بعدی از پا شریک باشن و از یکدیگر تفاوتی نداشته باشن تا 3 روز عد نهایی است. ای 3 روز به بالا دیگر پیگاه نیست. اسب هم قدر توان داره. حتما 2 روز است و اگر شریک بودن و شق شد باز 3 روز هم میدوانیم. چون این پایگاه دوانی در دیگر مثلا ولسوالای بدخشان هم است یا نیست؟ بله ها. همین پایگاه دوانی که بیزین و افزار. بله. همین پایگاه دوانی یکی در ولسوالی واخان و یکی در دره یمگان بدخشان که وجا مرقد ناصر خسرو است. اونمو مردم هم همین پایگاه لچ دوانی را و هم سنت دارن. صاحب کنه کی مونده؟ پنجشنبه به سواری اسب اوزل. صبر کنین یک دقیقه هم اگه شمی طرف بیانم یک درو. پنجشنبه به سواری اسب ایدر. نکو این دقیقه گوش منی بیای. غیر از همی کسی غیر از همی کمیته کسی مداخله کردن نمیتونه. کسی مداخله که خطی هست پیش رخصت. خبر کن. اون طرف بریم، اون طرف بریم. هم اگه تو اون طرف بریم. غیر از کمیته تعیین شده من خودم حق ندارم. خاموشه. نو نظر بخواید طرفش. آیا از هاوسون بریم. اون طرف شده. بالا نه بون یک نامشون بگیریم بالا. این نامتان خود سب بگوید. در روز 2 نوروز در دهه خندور از قدیم الایام عادتاً پایگاه اسب دوانی شروع می شد که 2 روز ادامه پیدا می کند. به اینجا از تمام دهه های وادی واخان اسب سواران می آیند و در پایگاه شرکت می کنند. و اینجا عجابتش در همین است که این پایگاه این طور صورت میگیرد که آدمان به زین و ابسار این اسب دوانی به زین و ابسار صورت میگیره و اسب سواران خوب پالوچ میکنن. اونو
قبل از پایگاه همه را روی خط میکنند که حالا در اینجا همه را خونده شدن. با سواری اسب ندا خان، شاگون با سواری اسب جمعه خان، قادر با سواری اسب خلیفه محمد یار، دولت علی با سواری اسب میرجان، غلام حیدر با سواری اسب محمد رازق، پنجشنبه با سواری اسب حیدر. کی مونده دیگه؟ قلندر با سواری اسب کمیسار جمعه. بدون زین خب یک گپ دیگه ایتون میدم کابا. یک گپ دیگه ایتون نه راستی را که غلام حیدر خان و دولت بیگ و میرسند و زمان 4 نفر کشیدن بعدمتون بعد رایش از این میکنید. خلیفه با همه اینا اول دعا میدهد، بعد از آن اینا میرن با پایگاه. تو هم تعالی به سفر رفتنت چی فرمایی، به سفر رفتنت مبارک باد، به سلامت روی و بازایی. ای باری خدایی با همانت، پاکیز خدایی به خیانت، من غایب خود به تو سپردم، تو باز رسان به من سلامت. صورتت گردد مجسم فتح گوید آشکار، هر بلا و ورقت از پیش آید رفع کن پروردگار. حاضر برو غایب بیا والله ولم غفور. قديمة يجونا يمقو لي قديمة دانتم باسو ودر قديمة يجونا يمقو لي قديمة أفسوس يمجود يار في الكلمة رزقي أرزان برمه واسخوينه أفسوسي يمجو ديار في الكنيمة رزقي أرزان دمي واسخوينه سلام شكالان نامده سلام يوه نشانده سلام جمرگه جانده سلام جمرگه جانده سلام جو بزرگانده شواز بچی من به شکت است. خب صبح مگه اول خدمت نزدیم باز میبینی. بعد انجام پایگاه آنهایی که پیروزی به دست آوردند با توفه ها سزاوار میشند. مردم خوشی و خرسندی را ادامه میدهد و محفل سرایندگان مطربان از گوشه و کنارهای وخان و زیباک و اشکاشم جمع می‌آیند و با شوق و سرور رقص و غزلخوانی را دوام میدهند.
را قطاری